او اسوه بود، باید بر طبق رفتار و اسوه و حرکات و اسوه رفتار کرد و حرکت کرد. اسوه دینداری بود، اسوه عدالت خواهی بود، اسوه جهاد بود، جهادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد جزو دشوارترین جهاد هاست. با شاید همه غزوات پیغمبر اگر بخواد انسان مقایسه کنه، یک طرف جهاد فاطمه زهرا سلام علیها، یک طرف جهاد، اسوه جهاد، اسوه تبیین بود. اون خطبه غراء مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی‌نظیر و روشن در ساموز بود. اسوه بود، اسوه وظایف زنانگی بود، شوهرداری، فرزندداری، زینب پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی. اینها مقولات ظاهری و قابل فهم و قابل دید ماست. مقولات باطنی و عرشی از دید ما بالاتر است و قابل توصیف نیست.